در دامن مهتاب با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، لطف الله مجد، همایون خرم و امیر ناصر افتتاح. غزل از شهریار، گوینده رضا معینی، صدا بردار ایرج فهیمی. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. تو همه ای بادی پیمای محبت، چون من سر راحت ننهادی به سر بالینی. هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک، تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی. همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند. امشب ای مه
تو هم از طالع من غمگینی. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، که توام آینه بخت غبارآگینی. نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید، که کند شکوه ز هجران لب شیرینی. همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند. امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی. مگر طالع خود در تو توانم دیدم، که توام آینه بخت غبارآگینی. نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید،
که کند شکوه ز هجران لب شیرین. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی جانم. خواهش جان تو من دارم، من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها می‌بینی، عزیز منم
تو همه بادی پیمای محبت چون من سر راحت ننهادی، سر راحت ننهادی به سر بالینی جانا یا هر شبت حسرت ماهی من و یک دامن عشق، تو همه دامن مهتاب پر از پروینی جانم عزیزم یا امید من جانم همه در چشمه مهتاب غم از دل چون کرده، امشب من تو هم از طال من غمگینی یا
همه در چشمه مهتاب غم از دل شوگن امشب من تو هم از طالع من غمگینی یا من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، من مگر طالع خود در تو توانم دیدن که تو هم آینه، که تو هم آینه بخت قباراگینده. یا عزیز من عزیز من
بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد ای پرستو که پیام آور فروردینی؟ شهریارا اگر آیین محبت باشد چه حیاتی چه دنیای بهشت آیینی. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 63 بود که در ماهور اجرا شد.